بسیار حالت‌ها می‌شوند که انسان‌ها از کارهایشان پشیمان می‌شوند، اما آیا بار شما شنیده اید که حیوانی از کارش پشیمان شده باشد؟ با عرض سلام و درود بی پایان برای شما دوستان و برادران عزیز، در برنامه نوبتی برای شما چند صحنه را نشان می‌دهیم که حیوانات از کاری کردهشان پشیمان شدند. پس تا آخر برنامه با ما همراه باشید و لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نسازید. سگ گرسنه فکر کرد که اکنون خوراکش را یافته است، اما متاسفانه خطا می کرده است و این یک خوراک خطرناک بوده است. این جانور را مارماهی برقی می گویند. بیچاره بهترش گرسنه می ماند. شاه جنگل این جانور نامعلوم را دیده او را نشناخت و خواست به او حمله کند و شاید حتی فکر کرد که او را شکار کرده می تواند، اما غافل از آن که این جانور سلاحی دارد که حتی شاه جنگل از شکست دادن او در عجز و ناتوانی می ماند. این پرنده عقاب را در قفس دیده او را عاجز و ناتوان شمرد و شاید فکر کرد که خوراک را از پیشش دزدیده می تواند، ولی عقاب خشمگین درس خوبی به او داد. این جانور غیرت زیاد کرده به مار تسلیم نشد و با او مبارزه برد. عاقبت در مبارزه خود موفق شده مار را شکست داد. لقمه را به اندازه دهان گرفتن لازم، وگرنه مشکلات زیادی را پیش می آورد. این شیر خواست به برزگاه حمله کند، اما برزگاه همراه دوستانش یک جایه شده به شیر درس خوبی دادند، ولی شیر از این درس در حیاتش هیچ استفاده برده نمی تواند، زیرا این درس آخرین درس حیات شیر شد. پرنده در زیر پای اسب او را همراهی می کرد و شاید از زیر پای اسب چیزی می جست، اما اسب از این کار خوشش نیامد. این ببر خردکک در لب آب بود و تیمسای از آب برآمده او را فرو برد. مادر او باشد این صحنه را تماشا میکرد و کار کردن نتوانست. در اینجا دل من برای این مادر ببر سوخت، زیرا فرزند جگربندش در پیش چشمانش توسط جانور دیگر کشته شد و او کار کردن نمیتوانست. عیناً همین صحنه ای که شاید آنها بر سر دهها جانور دیگر آورده باشند. شاید ببر با دیدن این صحنه در آینده مهربانتر شود و فرزندان جانوران دیگر را این گونه در پیش چشمانشان بیرحمانه نکشد. شما چی فکر دارید؟ آیا این صحنه برای ببر درس عبرت خواهد شد؟ به فکر شما آیا ببرها رحم و شفقت دارند؟ می توانید فکرهایتان را در کامنتاریا نویسید. حالا باشد مبارزه موش قهرمان را با مار همراه یکدیگر می بینیم. تمساح هم مثل شیر به قوه و بزرگی خود مغرور شده فکر کرد که هر چیزی را فرو برده می تواند. برای همین این دفعه به مارماهی برقی دهان زد. این لقمه خطرناک هم برای محافظت کردن خود سلاح داشته است، به همین خاطر از سلاحش استفاده برده از خود قوه برق خارج کرد. تمساح به این قوه تاب نآورده جان باخت. در صحنه آخرین باشد سگ خود را شیر تصور کرده به این جانور حمله کرد. این جانور باشد که بودن سگ را به او یادآوری کرد و او را از این کارش پشیمان ساخته زود برگرداند.